ساعت 6 صبح 17 شهریور بیانیه حکومت نظامی در رادیو خوانده شد. سلام. به اخبار این ساعت توجه بفرمایید. فرماندار نظامی تهران و حومه اعلامیه شماره 1 خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده و این جانب به خدمت فرماندار نظامی تهران و حومه منصوب گردیدند. بنابراین از کلیه اهالی محترم تهران و حومه انتظار دارم از انجام هر گونه عملی که مغایر با مقررات و قوانین حکومت نظامی باشد خودداری نمایند. بدیهی متخلفین از مقررات برابر قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ساعت من عبور مرور از ساعت 21 تا 5 صبح یعنی 9 بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد تعیین می‌گردد. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتشبد غلام علی اویسی. معلوم نبود چند نفر از وضع حکومت نظامی خبردار شده باشند. مردم به خیابان‌ها رفتند و دیدند تانک‌ها و ماشین‌های نظامی به خیابان آمدند. اما برنگشتند. شدیدترین درگیری در میدان ژاله محله‌ای بود که ساکنینش بازاریان ساکن شرق تهران بودند. بقیه ماجرا به قول روزنامه گاردین شبیه به جوخه اعدام دست جمعی مردم بود. بنا به این گزارش هلیکوپترهای نظامی کوهی از اجساد متلاشی شده بر جا گذاشتند. مسلسل سنگین برای ضد هوایی حالت برای کاربرد ضد سنگین و ضد هوایی بود. مثلا برای نمونه من رفتیم یک جوانی رو که موادی که از رون پا این تیر خورده بود، اومدم که بلندش کنم، این فقط یک پوست بند بود، یعنی پاش از رون منفجر شده بود. بله این و این دقیقاً حق با ایشونه و این اسلحه سنگین اون اثر رو در روی بدن میگذاره. بله. و اینکه مثلا تا ساعت 2:30 که ما اونجا بودیم شلیک ادامه داشت. یا برای نمونهش مثلا من بغل یک ماشینی که آتش زده شده بود، من دیدم یک جوان نشسته و من دیدم قشنگ در تیررس سربازاست. رفتم بهش بگم که برو اونورتر بشین که میزنن. شاید نیم متریش بودم تا اومدم بگم داداش خاطر این رو بگم، یه دفعه تیر خود راست به قلبش کوبیدش و بر زمین تکون نخورد. چشم باز، اصلا نگاه این زنده نبود.